بیانیه تظاهراتگران تاجیک در وین استریا. ما فعالان سیاسی تاجیک مقیم استریا در اعتراض به وضعیت کنونی تاجیکستان و سیاست‌های سرکوبانه حکومت جمهوری تاجیکستان که خیلی نگران کننده و برای کشور و منطقه خیلی خطرزا است در اینجا تجمع کرده ایم. پس از جنگ شهروندی 5 ساله ملت عزیز ما با سبب خودخواهی و تنگ نظری رهبریت اول کشور بار دیگر در بدترین حالت و بنبست سیاسی قرار دارد که این نه تنها برای امنیت و ثبات کشور بلکه برای امنیت تمام منطقه خطر جدی دارد. حکومت رحمان در برابر مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به قرب شوی خطرناک اسعار ملی، سطح بیکاری به سابقه پس از برگشتن شمار زیاد از مهاجران کاری در پی بحران روسیه، لیمیت شدیدی به برق و غیره نه تنها راه حل‌های ریشه‌ای ندارد بلکه متاسفانه از داشتن کمترین عزم و راسخ و اراده جدی برای بهبودی وضعیت ناگوار کشور محروم است. متاسفانه ملت تاجیک شاهد آن است که حکومت برای روپوش نمودن ناکامی، ناتوانی و کارناآمدی خود در حل مشکلات موجود با راه‌ها و وسیله‌های مختلف می‌خواهد توجه شهروندان و جامعه جهانی را به دیگر سمت روانه کند. از جمله مقامات تاجیک به جای حل مشکلات مذکور به تراشیدن ریش‌های هزارها نفر، کشیده گرفتن حجاب و ستر از خواهران و مادران تاجیک، تبدیل صدها مسجد به مکانی رقص و بازی و مراکز تفریحی، منع نام‌های اسلامی، عربی، منع ازدواج خویش و تبار، محروم کردن افراد زیر 40 ساله از ادای حج و دیگر محدودیت‌های بیشمار در بخش آزادی‌های دینی دست می‌زنند. بستن احزاب و فشار و تعقیب، حبس روشنفکران، ضیاییان، صاحبکاران، حقوق شناسان، روزنامه‌نگاران و دیگر فعالان جامعه تنها به خاطر آن است که بحران کشور و کمبودی‌های حکومت و دزدی و غارت مردم از طرف منصبداران آشکار نشود. ما فعالان سیاسی تاجیک از کشورهای دوست و کفیل صلح، سازمان‌های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا، اتحاد جهانی علمای اسلام، سازمان همکاری اسلامی و همچنین از سازمان‌های حقوق بشر مانند عفو بین الملل، خانه آزادی، دیدبان حقوق بشر، گروه بحران بین المللی، کمیته هلسینکی نروژیا و غیره خواهانیم که حکومت جمهوری تاجیکستان را به انجام نکات زیرین وادار کنند. اولا به فشار و تعقیب علیه فعالان سیاسی چه در داخل و چه در خارج کشور و همچنان بستگان و خویشاوندان ایشان در داخل کشور پایان دهند. دوم تمام محبوسان و بازداشت شدگان سیاسی که به جرم به حبس گرفته شدند و یا ظالمانه پس درهای بسته محکوم به زندان شدند آزاد کرده شوند. سوم حقوق همه شهروندان تاجیکستان صرف نظر از زبان، مذهب، جنس، بینش‌های سیاسی، منطقه و غیره رعایت شوند و از نقض بیشتری حقوق انسان دست بکشند. چهارم در مسئله آزادی‌های مردم در مورد انتخاب شکل ظاهری و عبادت ایشان، نوحه لباس پوشی و غیره دخالت نکنند و مردم را در انتخابشان آزاد گذارند. پنجم علیه مسئولین ارشد کشور تحریم‌های از جمله در مسئله محرومیت از روادید، محکوم کردن صورت حساب‌های بانکی ایشان در خارج و دیگر محدودیت‌های مالی جاری کنند. با احترام فعالان سیاسی تاجیک مقیم استریا، تاریخ 23 فوریه 2016.